بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، دوستان عزیز، پیروان قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم، چگونه که من و شما شاهدی فتنه های شخصی به نام ابو محمد کردی هستیم که درس‌های به زبان کردی دارد. البته خودش هم نسبت می‌دهد به کردستانی که در ایران است، و چگونه که توهین‌ها و تحقیرها و تکفیرها بر علمای اهل سنت و جماعت کردند، نه تنها بر علمای قرن 5 و 6 و 7 و 8، نه تنها بر علمای معاصر، بلکه بر علمایی که در قرن مفضله بودند، بر علمایی که در قرن بهترین قرن بودند. چون که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بهترین مردم یعنی از مردمایی که ایمان آوردند به الله رسولش در قرن من هستند، سپس کسانی که بعد از اونها میان، سپس کسانی که بعد از اونها میان، یعنی تابعین و تبع تابعین. البته تبع تابعین که تابعین به خوبی پیروی کردند و به منهج سلف صالح و منهج صحابه رضی الله تعالی علیهم اجمعین رفتن. ببینید که این را تکفیر میکند، توهین میکند، تحقیر میکند. لذا به خاطر همین، چون دوست ندارم افراد ردیه و جواب بدیم، ولیکن چون این قضیه دفاع از دین است، دفاع از نصوص شرعی است، دفاع از علمای اهل سنت و جماعت است. چون الان که من و شما معتقد هستیم که این دین سینه به سینه علمای اهل سنت و جماعت، از صحابه سلف صالح، از صحابه و صحابه از پیامبر سلام سینه به سینه این علم، این عقیده را گرفتن و برای من و شما رساندن. ولی می‌بینید که این شخص بخیلت، این خوارج عصر، این شخص حقیر پست، بدبختی به شعور، ببینید که در حق علمای اهل سنت و جماعت چنین توهین‌ها و تحقیرها و تکفیرها میکنند. علمایی که امتی از امت‌های اسلامی، از متقدمین و چه از متأخرین، بر عالم بودن اونها گواه و شاهد هستند، بر صداقت بودن اونها در دین گواه و شاهد هستند. نه تنها امت اسلامی امروزه، بلکه امت اسلامی همون زمان قرن خودشون و بعدیایی که اومدن، و علمایی که به خاطر این دین و به خاطر این عقیده چقدر آزار و اذیت ها دیدن از دست حکومت‌های ظالم و از دست حکومت‌های مختلفی از که مخلوط با عقیده های مختلف بودن. ببینید که اینها به خاطر دین و به خاطر منهج، به خاطر رساندن نصوص شرعی، در بخصوص امام احمد حنبل رحمه الله که چقدر زحمت ها کشیدن و چقدر تلاش ها کردن، فتنه‌ای که در زمان ایشان اومده بودند، جهمی‌ها، معتزله‌ها، جبری‌ها، قدری‌ها و مرجئه، تمام اینها را مقاومت کردند، همچون شر و همچون کوه در مقابل این اهل بدعت ایستادند و دفاع از منهج اهل سنت و جماعت کردند. واقعا می‌بینید که این بدبختی به خیرات، این شخصی که از انصاف خالی است، در حق چنین افراد از علمای اهل سنت و جماعت توهین‌ها و تکفیرها میکنند. و ان شاء الله که در این حلقه مختصرا در مورد صفات خوارج صحبت میکنیم و در حلقه‌های بعدی مختصرا ان شاء الله که تک تک از حرفای اینا ان شاء الله که جواب میدهیم و بیان میکنیم که چگونه این در گمراهی و ضلالت آشکاری است. البته وقتی که چنین توهین‌های شخص دیدن، تکفیرهای در حق علمای اهل سنت و جماعت، به خاطر امین لازم دونستم که باید که ما از علمای اهل سنت و جماعت دفاع بکنیم و باید که از نصوص شرعی دفاع بکنیم، باید از عقیده اهل سنت و جماعت دفاع بکنیم. زیرا این قضیه یک عالم و یک شخص نیست، قضیه دفاع از عقیده اهل سنت و جماعت است. لذا کسی که چون این مسائل میفهمد، طالب علمی که چون این مسائل میفهمد، لذا براش لازم است که از عقیده اهل سنت و جماعت به قدر استطاعت خود دفاع بکند و این شخص خبیث، این خوارج عصر جواب بدهد. و دیگر برادران دوستایی که تسجیلات براشون میرسند میفهمند و متوجه میشوند طریقه ویدیو کردن اونها را در رسانه ها نشر کردن، پخش کردن، پس به قدر استطاعت خود اینها را نشر بکنند. وقتی که دعوا میکنند که ما بر منهج اهل سنت و جماعت هستیم، وقتی که همین علمایی که این شخص تکفیرشون میکنن، توهینشون میکنن، وقتی شما اینها را همچون علمای اهل سنت و جماعت میشمرید و میدونیدشون، پس به خاطر دفاع از علمای اهل سنت و جماعت، به خاطر دفاع از عقیده اهل سنت و جماعت، پس
شما توان و استطاعتی که دارید در رسانه‌ها پخش کردن و میفهمید این مسائل، پس اینها را نشر بکنید، پخش بکنید ان شاء الله. و ما همین قدری که میفهمیم متوجه میشیم اینا تسجیل میکنیم ان شاء الله که میفرستیم، و بقیه که در دیگه شبکه‌ها میتونن اینها را ویدیو بکنن و نشر بکنن، پس این کار را بکنن به خاطر الله، به خاطر دفاع از عقیده اهل سنت و جماعت. خود در این حلقه مختصرا از صفات خوارج بیان میکنیم تا که این سگان جهنمی برای امت اسلامی مشخص و بیان بشوند. در طول تاریخ خوارج به صفت‌های متفاوت وارد میشوند، وارد میدان میشوند و در مقابل اهل سنت و جماعت میبرند. البته دوستان عزیز متوجه باشیم که دشمنان اسلام امروزه در مقابل دعوت سلفیت، در مقابل دعوت بگیم این منهجی صحیح و درست که با مرجئه نتوانستن که این دعوت خاموش بکنن و با تصوف و با دیگر از این عقیده های خرافاتی و بدعت نتوانستن که این منهج پیش بگیرن و با طریقه علمانیت و نمیدونم دیگر از این کسانی که بر منهج باطل و اهل بدعت هستن نتوانستن که پیش این منهج این اهل سنت و جماعت بگیرن. این منهجی که مردم دعوت به حریت، مردم دعوت بر آزادی واقعی، مردم از بیرون کردن از بردگی بندها، اونها را به بردگی الله عزوجل بردن، اونها را واقعا عبد واقعی کردن دعوت میکند و این تمام کفر و ملحدین متوجه شدن و بله اونها تمام این فرقه ها را میدونن و مطالعه میکنن و میدونن که این هم خوارجی که از گروه باطل دیگری است که در مقابل اهل سنت و جماعت که اگر ما ترویج بدیم در مقابل اهل سنت و جماعت ببراین، در مقابل این منهج صحیح و درست اینا اگر مقابله بکنن، باز میتونن که تا چند مدت اهل سنت و جماعت و جوانان اهل سنت و جماعت که مسلط به علم نیستن اونها را باز میتونن که گمراه بکنن به این طریقتی، ولی کور خواندن ان شاء الله به اذن الله عز وجل هستن برادران موحدی که این طایفه باطل جواب بدهند و ان شاء الله که جوانای متوحد شدگی نیستن که دیگر حق از باطل تشخیص دادن نتونن و الحمدلله و المنه الان زمانی انتشار علم است و جوانان در هر کجایی که باشن از طریق شبکه‌های اینترنتی علوم شرعی در حال آموختن هستند و ان شاء الله که متوجه میشوند که این فرد خبیث، این خوارج عصر چی میگن ان شاء الله. خب پس این به شک میتونیم بگیم که احتمال دارد که از طرف روافض شیعه میشود که این گروه خوارج ترویج بدهند در مقابل اهل سنت و جماعت و میشود که از طرف استعمارگران که باشد که در مقابل اهل سنت و جماعت چون افراد را حتی تمویل بکنن، حتی اینا را کمک بکنن، حتی اینا را مکان و جا بدهند تا که در مقابل اهل سنت و جماعت بیشتر اینها چون حرف را بگیرن. و خوارج کسانی هستند که بدترین مخلوق نزد الله عز وجل هستند، چون که در حدیث ثابت است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند که شرار الخلق عند الله، بدترین مخلوق نزد الله عز وجل خوارج است، شرار الخلق عند الله. و رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند که هم کلاب اهل النار، اینها سگان جهنمی هستند، یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه، اینا از دین خارج میشوند مثل که تیر از کمان خارج میشوند. لذا عده از علما به خاطر همین حدیثا تکفیر کردن همین طایفه را تکفیر کردن بعد از علما. البته بعض از علما دیگر خوارج تکفیر نمیکنن، از جمله از اهل بدعت داخل کردگی هستند. ولی به هر حال کسانی هستند که اینا نصوص شرعی را نفهمیدن، اینا از قرآن دلیل میگیرن در حالی که مثل که کلمه حق نه که مرادش باطل، نصوص هم میگیرد، آیت هم میخوند ولی که بر علیه اهل سنت و جماعت اون تطبیق میدهد. چون که روایت مسند صحیح ثابت است از عبدالله بن عمر که آیاتی که در بابت کفار است اینها میگیرن حمل میکنن بر علیه اهل سنت، بر علیه علمای اهل سنت و جماعت، مثل که در صحبت های این شخص ان شاء الله که در آینده میبینیم که
چگونه آیاتی که در بابت کفار هستن میان تطبیق میکنه در بابت علمای اهل سنت جماعت. شخصی که اعوذ بالله من ذلک نه علم صحیح دارد، نه قرآن خوندن صحیح خونده میتواند، نه حدیث صحیح میخواد این شخص، و از زندگی نامش هم که خودش مشخص میکنه که پیش عطر رو نمیدونم مسواک و دیگر چیزا و سیدی و چیزا میفروختن، حالا که رفتن جایی که خودش نقل میکند و بعدش که همین که فتنه بر اومد و این فتنه را و این خباثت از کجا گرفت، از کدوم خبیث دیگر گرفته که موزه منتشر است. البته من از قبل متوجه بودم که فتنه خوارج در کردستان زیاد ظهور کرده است از قبل، تا جایی که حتی افراد در خرام نشستن و دیگرشون چون تکفیر میکردن، هی تکفیر میکردن میرفتن غسل میکردن، هی تکفیر میکردن میرفتن غسل میکردن، تا جایی که میگه یک دیگرش تکفیر کردن که در آخر میگه یک نفر خودش تنها موند، میگه بعد خودش موند و همسرش و همون کامپیوترش بود و در آخر هم میگه همسرش هم تکفیر کرد. اینا چون اینا شبهات زیاد دارن، اینها مریضی خیلی خطرناک دارن، اینا مریضی خیلی خطرناک دارن که و حتی ساعت به ساعت اینا خودشون تکفیر میکنن و این مریضی خیلی بگیم پلیدی است که در این افراد وارد شدگی است. حتی میگه تا جایی که در آخر میگه این همسرش هم تکفیر کردن، چون که یکی از دوستام نقل کردم، و در آخر میگه خودش موند و بعد همون لپتاپش موند، میگه بعد از همون کامپیوترش موند و در آخر میگه دیگه خودش هم تکفیر کرد و رفت غسل کرد و اومدن. بله اینا هم بیماری دارن و اینا در از اینها یعنی که تکفیر کردن مثل یک آب خوردن است، بلکه از آب خوردن آسان‌تر نزد اینها. افراد در اسلام داخل کردن و بیرون کردن والا خودشم میگن از اینها یک مثل آب خوردن هست. این حدیثایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وعید کردن برای کسی که برادر مسلمان باشه کافر میگه، من قال اخی یا کافر فقط لبه احدهما، کسی به برادرش میگه که تو کافر هستی و یا که تو دشمنی الله هستی. چون که حدیثای زیادی در این باب داریم که رسول اکرم صلی الله علیه و آله بر حذر میدارن مسلمان‌ها که از مسلمان دیگه تکفیر بکنن. در این بابت این افراد تماما توجه ندارن، اصلا این گونه که این حدیثات تماما وجود ندارد و میبینی که براحت مسلمان یک طرف تکفیر من تو یک طرف تکفیر علمای اهل سنت و جماعت، تکفیر علمای معاصر یک طرف، بلکه تکفیر علمای متقدمین، علمایی که در قرن بهترین قرن بودن اونها را تکفیر میکنن. چه برسد به من و تو، چه برسد به کسی دیگر. و من و شما که در از اینها کافر هستیم و خانواده من و شما که در از اینها کافر هستیم و هر شخصی که با این صحبت میکنه باید که با این شخص ایمان بیاورد، باید که اصلا کلمه ارزه بکنه در پیشین، بعد این مسلمانش میشمارد و ان شاء الله که خباثت اینها را بیان میکنیم در حلقات بعدی. همچنین در احادیث زیادی اومدگی است در بابت صفات خوارج که اینها کسانی هستند که عدم بصیرت در این طایفه است، عدم بصیرت یعنی که اینها کم نظر هستند، نصوص شرعی درک نمیکنند و همچنین صغار السن اینها جوان ها هستند. این در بین اینها کسانی که اهل تجربه باشند و کسانی که شیوخ باشند و به یک درجه در جهت علم رسیدگی باشند نیستند. اینها کسانی هستند که کم سال هستند و کسانی هستند که نصوص شرعی متوجه نمیشوند. و همچنین صفات دیگری از خوارج هستند که غرور دارن و خودشون را چیکار میکنن از دیگران بهتر میدونن و خودشون اسلامی خودشون، ایمان خودشون، عقیده خودشون از دیگران اولا و بهتر میدونن. و در حدیث‌های مختلف میاد که حتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود که شما صحابه میگه قوم میاد که شما نماز خواندنتون و روزه گرفتنتون در نزد اونها، شما روزهاتون و نمازتون در پیش اونها حقیر میشمارید. این قوم میاد که یعنی نماز خواندنشون و روزه گرفتنشون عبادتشون از شما اولا و بهتر است، طبیعیه که اونها در عبادت ضعیف باشن. نه، قوم میاد که نماز خواندنتون شما در نزد اونها چیکار میکنید؟ حقیر میشمارید. ببین سبحان الله، وقتی که صحابه نماز خواندنشون در پیش اینها حقیر باشد، چی برسه به کسانی که غیر از صحابه هستند، چی برسه به کسانی که من و شما هستیم در این عصر. پس نماز خواندن ما در از اینها که یک حقیرانه است. اینا نمازی که اینا میخونن، عبادتی که اینا میکنن، حتی دیگه صفاتشون است که اینا اجتهاد در عبادت دارن، یعنی که اینها در عبادت تلاش میکنن، در عبادت مشکل دارن، در عبادت اینها تلاش میکنن، زیاد عبادت میکنن. چون که عبدالله بن عباس میگه که من به طایفه از این داخل شدم، میگه که دیگه در پیشانیشون آثار از سجود بدک، از سجده بدک. سبحان الله، یعنی که اینها از عبادت حتی
علامت‌های در پیشونی‌هاشون هست، چون که الله عزوجل چون عبادت میکنن، چون ذکر میکنن، چون طاعت میکنن، چون تلاش میکنن در عبادت، در این جهت مشکلات دارن. ولی که یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه، یعنی که چون از دین خارج میشن که مثل که تیر از کمان خارج میشن. و دیگر از صفات‌های خوارج مثل که سوء فهم از قرآن دارن و اینها با شبهه، با گمان، با ظن اینها چون میگن تکفیر میکنن و قرآن میخونن و فکر میکنن که قرآن همینطور برای اونها هم خیلی نازل شدگی است، در حالی که قرآن برای علیه اونها است. تلاوت کتاب الله میکنن ولیکن از خناجرشون اینها بیرون نمیشه، این از گلوهاشون پایون نمیشه و تلاوت کردگیشون. چون که امام راغب رحمه الله میفرماید که و اینها هیچ از قرآن هیچ بهره نمیگیرن مگر اینکه با زبانه هاشون تلاوت میکنن، تمام دیگر چیزی نیست دیگه برای اونها. و همونه که با زبانه هاشون تلاوت میکنن به قلب هاشون نمیرسد، به خاطری که به خاطر این بدعتی که اینها دارن، به خاطری که بدعتی که دارن از همین جهت اینها قرآن متوجه نمیشون. و این که قرآن متوجه نمیشون قصد جلم این نیست که قرآن متوجه نشویم، بلکه اینها همین طور فهمیدن که در حالی که قرآن با او چیز آیت قرآن با او چیز دلالت نمیکنه. به این خاطر است که عبدالله بن عمر رضی الله عنه چی میگه که این طایفه آیاتی که در بابت قرآن، آیاتی که در قرآن اومده است در بابت کفار، اینها و حمل میکنن بر مسلمان ها و بر امت اسلامی و بارزترین شعارشان این است که خصوصا در اون زمان حضرت علی رضی الله عنه هم که بر آمده بودن، بارزترین شعارشان همین بود که چیکار میکنن؟ همین آیات استدلال میکنن که این الحکم الا لله، چگونه که در این شخص در پشتش که همین آیات نوشتگی است و بیشتر ادعاش به همین شکل است. اینه که این شخص خوارج بدنش هم قاطع از خوارج‌های زمان قبلی است و هم قاطع از خوارج‌های امروزه است و مخلوط است با خوارج‌ها. حتی خوارج بدن این شخص بدبخت از خوارج قبلی بدتر است. حالا انشاءالله که چگونه است اینا در حلقه‌های بعدی بیان می‌کنیم. و شخص اصلا خوارج که بهترین اقوال اینها انتخاب میکنن، یعنی که صحبت‌های خیلی جذاب و جالب میگن ولیکن با بدعت، با دیگه باطل قطعی اونها یک جاش میکنن و دیگه تکفیر امت اسلامی و حلال شمردن خون مسلمان‌ها و روی اونها و آنها تکفیرهای بناحق کردن که دیگه از صفت‌های بارزین خوارج است. و در اینجا انشاءالله که حلقه را به پایان رسانیم و انشاءالله در حلقه‌های بعدی ما را انشاءالله که پیگیری بکنید، انشاءالله که تک تک حرف اینا را جواب خواهید داد. جزاکم الله خیر و السلام علیکم و رحمت الله.